سلام بچه ها، چطورین؟ به یه ویدیو آموزشی با من خیلی خوش اومدین. تو این قسمت قراره یه مبحث متفاوت رو بهتون آموزش بدم که ژلیش ناخن طبیعی پا هستش. تمام نکاتش رو از 0 تا 100 میخوام بهتون آموزش بدم. حالا در کنارش قراره یه پدیکور خیس خیلی کوچولو هم انجام بدیم. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشین و فراموش نکنید که کانال من رو سابسکرایب بکنین. چقدر تمیز و مرتب میشه. خود کلینزر خاصیت پاک کنندگی داره، هر آلودگی که روی ناخن هست رو تمیز میکنه که آماده بشه برای حالا کاشت، کاور یا حتی ژلیش. چون کلینزر من توش دهیدراتور نداره، دهیدراتورم جدا میذارم روی ناخن و اجازه میدم خوش بشه. برای زدن لاکشل قبلش باید از بیس استفاده کنیم. حالا من از رابر بیس کوت دارم استفاده میکنم. شما میتونید از بیس کوت معمولی هم استفاده کنید. یه لایه خیلی نازک به همه قسمت های ناخن میزنید و اصلا نباید به پوست برخورد بکنه یا شوره بکنه. پس این کار خیلی با دقت انجام بدین و حجم مناسبی بردارین که شوره نکنه. یه سری از بیس ها خیلی رقیقن. پیشنهاد من اینه که از اون بیس ها استفاده نکنید. از بیسی استفاده کنید که غلظتش مناسب باشه، یعنی نه در حدی باشه که شوره کنه، نه در حدی حالا غلیظ باشه که بخواد ناخن رو ضخیم بکنه یا سطحش رو نامرتب بکنه. چون بیسی که غلیظ باشه دوباره نیاز به دقت بیشتر داره که ممکنه حالا یه قسمتیش ضخیم‌تر بشه، پرحجم‌تر بشه به خاطر غلظت بالاش. ولی اگه غلظت مناسبی داشته باشه نه شوره میکنه، نه ناخن رو ضخیم میکنه، نه سطحش ناهموار میشه. حالا میتونید به جای از بیس ژل معمولی از رابر بیس کوت استفاده کنید، همون رابری که در واقع میاد باهاش ناخن رو لامینیت میکنید، ولی حتما بیرنگ باشه و یه لیر نازک روی همه قسمت های ناخن بزنید و بریم برای زدن لاکشل. بیس ژل یا حالا رابر بیس کوتتون نیاز به خشک شدن داره. اگر دستگاهتون قویه 30 ثانیه، اگر ضعیف 60 تا 100 ثانیه بذارید خشک بشه. دیگه بریم سراغ مرحله‌ای که هممون منتظرش بودیم. لاکشلی که من انتخاب کردم پیگمنت بالایی داره و همینطور غلظتش مناسبه. توی قسمت قبلی من بهتون آموزش تشخیص لاکشل خوب رو بهتون نشون دادم و همینطور اینکه چطور لاکشل فاسد میشه، ظاهرش چه شکلی میشه، میتونیم چطور تشخیص بدیم که لاکمون سالمه یا فاسد شده. همه رو کامل بهتون توضیح دادم و همینطور اومدم تقریبا 20 تا برند مختلف و لاکشلاشو بهتون نشون دادم و با همدیگه بررسیشون کردیم. حتما این ویدیو رو ببینید، قطعا براتون خیلی مفیده. خب من اومدم یه لایه خیلی نازک از لاکشلم و به تمام قسمت های ناخن زدم. حالا میتونید با استفاده از قلم 3 بیاید قسمت دیواره ها، ریشه و سینوس رو پر کنید که قسمتی خالی نمونه و لاکشل بهش نرسیده باشه. اگر یه وقت لاکشلتون شوره کرد با پوشر خیلی راحت میتونید تمیزش بکنید. خیلی با دقت این مرحله رو انجام بدین که لاکتون تمیز در بیاد. حتی میتونید شستتون رو جدا لاک بزنید، بذارید خوش بشه، بعد 4 تا ناخن دیگر رو با هم دیگه بزنید. اگر فکر میکنید دستتون کنده یا ممکن لاکتون شوره بکنه این کار رو بکنید. راحت تره و امکان شوره کردن لاکتون هم خیلی کمتره. میتونید یه تایم کوتاهی رو برای شست در نظر بگیرین که خودش رو بگیره، بعد بیاید 4 تا ناخن دیگر رو لاک بزنید. برای ناخن دیگر همونطور که شست رو زدیم یه لایه خیلی نازک بزنید به همه قسمتاش و میذاریم مجدد 60 تا 120 ثانیه خوش بشه. یه نکته هم برای زدن لاک بهتون بگم، برای کسایی که ناخن‌های پاشون خیلی کوچیکه و نمیتونید با براش خود لاکشل کارتون رو انجام بدین، از همون قلم 3 استفاده کنید. اول بدی غلظت مناسبی رو بدون اینکه شوره بکنه روی ناخن رو تک تک بزنید. بعد برای اینکه حالا براشتون به پوست برخورد نکنه و کارتون رو طولانی و کثیف نکنه بیاید با قلم 3 همون
لاکی که زدید روی ناخن رو پخشش کنید. یعنی پخش کردنتون هم با قلم 3-0 باشه و همینطور اطرافش هم با همون قلم 3-0 دوباره پر کنید. تا دارم لاک ژلش رو میزنم و خشکش میکنم، اینو بهتون بگم که ناخنای مدل من علاوه بر این که حالا پوستش خیلی زیاد بود و خیلی وقت بود که پدیکور نشده بود، به شدت خشک بود و همینطور پوست پاش هم خیلی تیره و کدر شده، هم که بیش از حد خشکه. حالا من میخوام براش یه پدیکور خیس خیلی مختصر و مفید انجام بدم و تمام مراحلش رو بهتون یاد میدم. توی ویدیوهای قبلی من بهتون پدیکور خیس کلاسیک و کامل یاد دادم، اما پدیکور خیسی که این دفعه میخوایم انجام بدیم برای زمانی که میخوایم توی تایم خیلی کوتاه یه پدیکور خیس خیلی مثلا سریع انجام بدیم برای مشتری که صرفا اون خشکش برطرف بشه و همینطور پوست پاش روشن‌تر و مرتب‌تر بشه که لاکش هم بیشتر به چشم بیاد. حتی به عنوان مثلا هدیه و یه خدمات رایگان هم میتونید در کنار خدمات ناخن پا برای مشتریاتون انجام بدین. پس حتما اونم ببینید و یادش بگیرید و برای مشتریاتون انجام بدین. خب من بعد از اینکه لایه اول رو زدم گذاشتم 60 ثانیه توی دستگاه خشک شد و میام لایه دومش رو میزنم. توی لایه دوم دیگه نیازی به قلم 3-0 ندارم، فقط با دقت لاک رو میزنم که همه جا حجمش یکسان و مرتب باشه و اگر قسمتی بود که لاک نخورده بود توی لایه اول اونم پر میکنم. دیگه اینجا نیاز نیستش که 60 رو جدا بزنید، بقیه ناخونا رو هم جدا بزنید، همه رو با هم بزنید. اگرم که حالا مثل من لاکتون یه وقت شوره کرد یا به پوست برخورد کرد، با پوشر تمیز کنید، خیلی راحت تمیز میشه. لاک ژل من به خاطر اینکه غلظت و پیگمنت مناسبی داشت توی لایه اول کامل ناخن رو کاور کرد، اما از اونجا که دوست داشتم به شما کامل آموزش بدم و همینطور لاکم حالا برای ویدیو تمیزتر بشه، اومدم لایه دومم زدم که شما ببینید و یاد بگیرید. پس اگر لاکتون با یه لایه هم کاور داد میتونید تو مرحله بعد فقط تاپ کوت بزنید و نیازی نیست لایه دومو بزنید. فقط دقت داشته باشین که لاکتون نباید سایه داشته باشه و رد توش بیفته، باید کامل ناخن رو کاور کنه بدون اینکه توش سایه بیفته. خب ناخونا رو گذاشتم توی دستگاه یووی، 60 ثانیه کامل خشک شد. الان توی این مرحله میریم سراغ زدن تابشاین یا حالا تاپ کوتش. ما تابشاین میزنیم که هم نوچی لاک رو بگیره، هم سطحش صیقلی و براق بشه و هم تو جلوه زیباتری داشته باشه. در واقع مثل یه لایه محافظ عمل میکنه که در برابر حالا خط و خش یا حالا هر مواد شیمیایی یا حالا رطوبت و هر چیز دیگه‌ای از لاکتون محافظت بکنه و نذاره که زود خراب بشه. مرحله تاپ کوت مرحله خیلی مهمیه و به خاطر بیرنگ بودنش نباید بهش توجه کمی داشته باشید. باید با دقت این کار رو انجام بدین و به همه قسمت‌های ناخن تابشاین حتما بخوره، غلظتش توی همه قسمت‌های ناخن مرتب و یکسان باشه و قسمتی نباید بدون تاپ کوت باقی بمونه، چون یه قسمتش ماست میشه، یه قسمت براق میشه و کاملا کارتون رو نامرتب میکنه. خب بعد از اینکه این مرحله هم کامل خشک شد، برای اینکه حالا در نهایت کارمون مرتب تر بشه، با همون سوهان دستی مانیکور میایم لبه های ناخن رو سوهان میکشیم. حالا اینجا چون ناخنای مدلم کوتاه بود و ممکن بود اذیت بشه، با قسمت نرم سوهان دستی اومدم خیلی کم سوهان کشیدم. خب اینم بود از مراحل ژلیش ناخن پا. مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. فراموش نکنید که این ویدیو رو لایکش کنید، کانال من رو سابسکرایب بکنید و برای دوستاتونم این ویدیو رو بفرستین. تو قسمت بعدی بهتون یه پدیکور خیس خیلی سریع و راحت یاد میدم برای زمانی که بعد خدمات ناخن پا میخواید برای مشتریتون یه پدیکور خیس انجام بدین که توش حالا کفسابی و سوهان کشی نداشته باشه، اما پوست پا رو روشن و شفاف بکنه و همینطور خشکی پوست رو از بین ببره.
هر سوالی داشتین توی کامنت ها ازم بپرسین. اگر موضوعی هست که دوست دارین در موردش تولید محتوا بکنم حتما برام کامنت کنید. من از نظرات شما استفاده میکنم و هر سوالی داشتینم بهتون جواب میدم. توی قسمت بعدی هم همراه من باشین. میبینمتون.